سرقت، تقلب، آسیب جسمی. نحوه کار قانون جزا در آلمان چگونه است؟ آلمان یک کشور آزاد است. اما بعضی از قوانین وجود دارند که همه باید آنها را رعایت کنند. تصمیم گیری و تعیین ممنوعیت‌ها توسط پارلمان و در قوانین آن انجام می شود. قانون جزا از مهمترین حقوق و منافع حفاظت می کند. این یعنی خشونت فیزیکی علیه هر فرد، همچنین در ازدواج و در خانواده ممنوع است. همچنین خرید چیزهایی که نمی توانید مصرف آنها را پرداخت کنید ممنوع است، یا سوار شدن به بس بدون خرید تکت. هر کس که مالک حتی مقدار کم مواد مخدر باشد یا خرید و فروش آن را انجام دهد نیز توسط قانون مجازات می شود. این مسئله در مورد چرس و تریاک و دیگر مواد اعمال می شود. قانون توسط دفتر سارنوال عملی می شود. سارنوال تحقیقات خود را به محض داشتن دلیل کافی برای شک در مورد جرم آغاز می کند. پلیس در این تحقیقات کمک می کند. اگر شاهد جرم بوده یا قربانی جرم شدید، باید بلافاصله با پلیس تماس بگیرید. پلیس هرچه زودتر از جرم مطلع شود، سریعتر قادر به واکنش و جمع آوری شواهد است. اما پلیس کارهای دیگر به جز تحقیقات را هم انجام می دهد. به مراقبت از قربانیان می پردازد، به آنها اطلاع رسانی کرده و آنها را برای برنامه‌های کمک رسانی ارجاع می دهد. سارنوال و پلیس باید به بررسی تمام شرایط بپردازند، اهم از این که به زیان یا به نفع متهم باشد. جنسیت، ملیت و وابستگی مذهبی هیچ تأثیر در این زمینه ندارد. نزد قانون آلمان، محاکم، سارنوال و پلیس همه برابر هستند. اشخاص حقیقی، روحانیون یا قضات منصوب خود برای آشتی نه حق تحقیق و نه مجازات جرایم را ندارند. این امر انحصاراً در اختیار پلیس، سارنوال و محکمه است. ما آن را انحصار خشونت دولت می‌نامیم. حتی اگر شکایت از یک جرم پس گرفته شده باشد، هم سارنوال و هم پلیس موظف به ادامه تحقیقات خود هستند. اگر شواهد از جرم وجود داشته باشد، سارنوال اقامه را در محکمه مطرح خواهد کرد. در غیر این صورت به تحقیقات خاتمه خواهد داد. سپس محکمه تعیین خواهد کرد که آیا مظنون مرتکب جرم ادعا شده است یا خیر. بیشتر اوقات این کار در محاکم علنی رخ می دهد و تمام افراد علاقمند می توانند در آن شرکت کنند. در طی این پروسیجر، محکمه به بررسی از شهود می پردازد. آنها باید حقیقت را بگویند. در غیر این صورت، بنابر قانون مجازات می شوند. در پایان محاکمه، محکم حکم را صادر می کند. محکمه در انجام این کار به طور کامل مستقل است و تنها بر رعایت قانون اساسی آلمان و قوانین پارلمان محدود است. وزارت عدلیه ایالت باواریا، عدالت برای مردم.